پیش درآمد دشتی، موسی معروفی، درس 64 کتاب اول هنرستان موسیقی. در مورد موسی خان معروفی قبلا توضیحات کاملی داده شد. در این درس باید به چند نکته دقت کرد. اجرای خط اتصال. وقتی بین دو نوت غیر همنام خط موربی میگذاریم، اون دوتا بهش میگیم خط اتصال و اون دو نوت باید با ربط بیشتری به هم اجرا بشن. آقای حسین علیزاده و آقای ارشد طهماسبی در مجموعه‌های آموزشی خودشون یک استاندارد تعریف کردن و اون این بود که وقتی ما خط اتصال بین دو نوت میگذاریم، اونها رو با تکریز به هم دیگه وصل خواهیم کرد، مگر اینکه علامت دیگه‌ای روی نوت اول قرار بگیره، مثل تی. وقتی تی بیاد ما با ریز پر اونها رو به هم وصل میکنیم. در حالت اجرا با حالت تکریز ما تکی محکم میزنیم، ریز میکشیم و به نوت بعدی با ریز میریم. در حالتی که تی بنویسیم روی نوت اول، اون دو نوت رو با ریز به هم وصل میکنیم، دیگه تکی ابتدایی رو نمیزنیم. اما در مجموعه های دیگه که این استاندارد رعایت نشده، از جمله همین کتاب، در اجرای خط اتصال ما میتونیم کارهای مختلفی رو انجام بدیم. یکی از اونها این هست که دو نوت رو با حالت تک و اشاره به همدیگه وصل کنیم. مثلا یا به قبل، یا همون اجرا با تکریز که گفته شد، یا به صورت ریز چپ. نوت دوم چپ میخوره، نوت اول یه ریز کوتاهی داره. یا به صورت راست چپ که این بهتر بود همون چپاشو بنویسیم و این حالت شاید خیلی جالب نباشه برای اجرای این نوع تکنیک. یا با حالت ریز ساده دو نوت رو هم دیگه وصل کنیم. نکته دومی که باید در این قطعه بهش دقت داشته باشیم نوت‌های زینت هست. نوت زینت در موسیقی که از علامت‌های نوت‌واره بهش میگیم و شبیه به نوت هست، به دو حالت آچیاکاتورا یا پیشای کوچک و آپوجیاتورا به معنی پیشا استفاده شده. نوع دوم آپوجیاتورا یا پیشا در موسیقی ایرانی تقریبا میشه گفت کاربردی پیدا نکرده. پیشا یا آپوجیاتورا که به معنی تکیه کردن یا مایل شدن یا تمایل یافتن در زبان ایتالیایی هست، به نوتی گفته میشه که خیلی ریز قبل از نوت اصلی نوشته میشه، حتما با خط اتصال به نوت اصلی وصل میشه، یا بالاتر از نوت اصلی که بهش میگیم فوقانی، پیشای فوقانی، یا پایینتر از نوت اصلی قرار میگیره، بهش میگیم پیشای تحتانی و هیچ موقع همسان نیست با نوت اصلی. معمولاً در ضرب قوی اجرا میشه، یعنی موقعی که پا میخوره پایین همزمان با خوردن پا به اجرا در میاد و برابر با نصف نوت اصلی و در حالتی که نوت نقطه دار باشه یا در میزانهای ترکیبی باشیم 2/3 نوت اصلی رو شامل میشه و بعد بقیهش به نوت اصلی وصل میشه. اگر نوت اصلی با خط اتحاد به نوت دیگه‌ای وصل شده باشه، اون پیشا برابر با خود همون نوت اول هست. از لحاظ زمانی. و اینکه چرا ما خود نوت رو نمی نویسیم و به این شکل با این علامت اون رو مشخص میکنیم جای سواله. اما آچیاکاتورا که در زبان ایتالیایی به معنی لگد کردن، خرد کردن یا له کردنه، همون علامتی است که ما در موسیقی ایرانی بسیار بهش توجه میکنیم. بهش میگیم نوت زینت، پیشای کوچک. این نوت
که خیلی زمان کوتاهی داره معمولا قبل از ضرب اصلی شروع میشه و نوت اصلی ما در ضرب قوی خورده میشه. اون نوت زینت کمی قبل از ضرب اصلی به صدا در میاد. در پیانو معمولا نوت پیشای کوچک و نوت بعدی خودش رو با هم اجرا میکنن نوازنده های پیانو و بعد نوت زینت رو بر میدارن سریع و صدای نوت اصلی میمونه. در تار و ستار ما اون رو با یک مضراب راست یا چپ به نوت اصلیمون وصل میکنیم. نوت اصلیمون معمولا مضراب میخوره و اگر روش تی نوشته باشه بهتره که با تکریز اجرا بشه، چرا که در اون حالت حکم یک تکی رو پیدا میکنه که به ریز در نوت دیگه وصل شده و اگر این دوتا نوت یکی باشن این پیشای کوچک مشخص نخواهد بود. مثل این درس پیشای کوچک باز تحتانی و فوقانی داریم، همچنین همسان هم داریم که در برخی از تئوری ها در مورد اون صحبتی نشده، مثل همین درس که دو نوت سی و سی بعدیش رو به هم دیگه وصل کردیم که به صورت سی سی و بعد ریز اجرا میکنیم. اگر با تی که کتاب نوشته اجرا بشه قابلیت یک تکریز رو پیدا میکنه که بهتر بود اساسا نوشته نمیشد، ولی چون هدف این بوده که قبل از نوت اصلی شنیده بشه بهتره که با یک تک و بعد تکریز به اجرا در بیاد. در این کتاب هم ما یک نقیصه ای داریم و اون این است که تکریزها از ریزها جدا نشدن و همشون رو با تی به نمایش در آوردیم. فرق پیشای کوچک و پیشا در نوشتن به این شکل هست که معمولا نوت پیشای کوچک به صورت چنگ نوشته میشه و روی اون یک خط مورب میکشیم، معمولا بدون خط اتصال به نوت اصلی وصل میشه، ولی در نگارش های ایرانی در بسیار از کتاب‌ها با خط اتصال به نوت بعدی وصل شده یا خط اتحاد، اما میتونه خط اتصال یا اتحاد نداشته باشه. اما پیشا اون خط مورب کوچیک رو نداره و بعد به اشکال مختلف هم ممکنه دیده بشه، مثل سیاه، چنگ، دولاچنگ. در پیشای کوچک ما حالت گروهی هم داریم که معمولا به صورت دولاچنگ می نویسیم، دولاچنگ هایی که به هم دیگه وصل میشن و بعد دیگه خط موربی وجود نداره. اما نوت آپوجیاتورا یا پیشا معمولا به صورت گروهی وجود نداره و همیشه تک نوتی هست. این قطعه در دشتی ر نوشته شده که وابسته به شور صلح هست. مایه نما، سی بمول، می بمول، لا کرون. دانگ هایی که در این قطعه استفاده شده دانگ ر، می کرون، فا، سل، دانگ شور که دانگ خارای شور به حساب میاد، سل، لا کرون، سی بمول دو، دانگ اصلی شور، سه رو به پرده و یک. بعد دانگ شور دو، ر کرون، می بمول، فا رو داریم و همزمان دانگ دشتی دو، ر، می بمول، فا که هم این دو دانگ باعث میشن که ما نوت متغیر ر کرون رو در دشتی ر داشته باشیم. بعد از این دانگ شور ر، می کرون، فا، سل ظاهر شده که در این درس این می کرون تعدیل شده به می بکار، انگار که ما یک دانگ دشتی از ر داریم به نام ر، می بکار، فا، سل و بعد دانگ دشتی فا، سل، لا بمول، سی بمول. در سازهای 28 پرده‌ای نوت ر کرون پرده دوم خواهد بود و در سازهای 25 پرده‌ای نوت اول خواهد بود، پرده اول خواهد بود. با توجه به اینکه کوکمون دو سل ر هست، نوت فا در سازهای 28 پرده‌ای مثل این ساز پرده چهارم در سیم بم خواهد بود و در سازهای 25 پرده‌ای پرده سوم. کوک ستار دو سل ر، سیم اول برابر با جی دیز یا ای بمول در تیونر کوک شده. سل سل ر ر فا ر ر دور دو سی دو فا فا دو دور سی دو ر دور دو سی سی فا می ر دو سی لا سل فا سل لا سی دو ر می دو فا می ر دو ر می ر سی دو ر دو ر دو سی لا سل دو می ر دو سی لا سل فا سل فا سل لا سل فا می ر ر سی سل لا سی دو ر می فا می ر
si, do, mi, re, do, si, la, do, si, la, sol, fa, sol. Si, do, si, la, si, do, si, la, sol, fa, si, do, si, la, si, do, si, la, sol, fa, do, si, la, si, do, si, do, si, la. Si, do, si, la, si, do, si, la, sol, fa, si, do, si, la, si, do, si, la, sol, fa, do, si, la, si, do, si, la. Si, do, re, do, si, la, sol, la, si, do, si, la, si, sol, la, si, la, sol, la, fa, sol. Si, do, re, do, si, la, sol, la, si, do, si, la, si, sol, la, si, la, sol, la, fa, sol, do, sol. ابتدا از نوت سل شروع میکنیم. سل، سل، ره، فا، ره. این سه تا نوت یعنی سل، ره و فا حال هوای دشتی رو میرسونن. بعد از اون میگیم رم، رد. این با ریز میتونیم بحثشون کنیم یا اینکه ریز چپ بزنیم. رم، رد یا با تکریز بحثشون کنیم. بعد از اون از فا رو میتونیم به فاصله پژواک بدیم در سیم بند. فا، دو، دور، سی، دور به رکورون اشاره داشت. دور ره به کار میشه. رم، رد، دور، دو، سی. نوته آخر هر میزانه که تی یا ریز نوشته میتونیم به صورت تک هم اجرا کنیم. بعد از اون از فا می، ره، دو گذر فروشو و بعد برشو. فا می، ره، دو، سی، لا، سول، فا، سول، لا، سی، دو، ره، می. این فا رو میتونستیم با دو را اجرا کنیم یا اینکه دو را با سه تا نوت. ره، فا می، ره، دو، سی، لا، سول، فا، سول، لا، سی، دو، ره، می. دو، فا می، ره، دو، ره، می، ره. سی، دو، ره، دو، ره، دو، سی، لا، سول، دو، می، ره، دو، سی، لا، سول، فا، سول. فا رو میتونیم سیم هم با چپ بزنیم. دوم میاد رو فا، باید یه حرکتی به اوج دشتی بکنه. خیلی حرکت کوتاهی هست، میتونست میکرون باشه. فا، سول، یا اینجا تعدیلش کرده می به کار شده. فا، سول، می به فا یک یک میاد. لا بمول هست. لا، سول، فا، می بمول میشه دوم، میاد روی می بمول. می از شد لا، سول، فا، می. روی ره ریز میدیم. رد، حالا ره کرون، رد، سی. معمولا در حرکت های پایین رونده ره رو کرون میکنیم. سول، لا، سی، دو، ره، می، فا، می، ره. باز روی ره شاید دشتی نشستیم. انگشت اول میره رو سی برای فرود به شور میخواد اقدام کنه. سیر، انگشت اول به دوم در ره کرون میریم. سیر، دو، می، ره، دوم میاد رو سی. سی، لاس، دو، سی، لاس، سول، فا، سول. بعد نوت زینت رو داریم. سی، دو تا تک سری میزنیم روی سی، بعدیش ریزه. سی، دو، سی، لا، سی، دو، سی، لا، سول، فا میره تو سوزن. این تکرار میشه. بعدش دو، سی، لا، سی، یک، دور به ره کرون. دور، دو، سی، لا. کل مجموع این جمله هم تکرار خواهد شد. بعد جمله ای رو داریم که اینن این جمله ای در بم هم تکرار خواهد شد. سی، دو، ره، دو، یکی کسی به دو میگیم پایین. ره به کار هست. رم، ره، دو، دوم میاد رو سی، لا، سول در سیم زد. لا، سی، دو، سی، یک میاد جلو. همین پنجه قبلی در اصل به نوعی داره یک جواب جدید میگیره. دور، دو، سی، دوم میاد رو لا، لا، سی. باز همین پنجه یک جواب دیگه داره. سول، لا، سی، لا، یک میاد پایین. سی، لا، سول، لا، فا تو سیم زد ریز و سول میشیم. این جمله ای یک اکتاف بلندتر اجرا خواهد شد. سی، دو، ره، دو، سی، لا، سول، لا، سی، دو، سی، دور، دو، سی، لا، سی،
sola si la si la sol la fa sol دو سول. در انتها پس با فرود بالا کبوتری دو سول تموم بکنیم و روی سول شاهد شورمون ایست میکنیم. قطعه را با سرعت 54 اجرا خواهیم کرد. 1 2